بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بینندگان ارجمند، از بس که در روزهای دهه اول ذوالحجه قرار داریم، روزهای با فضیلت، روزهای با شرافت، و چند روز بعد وقت ادای یکی از بزرگترین شعارهای دین، عبادت قربانی فرا میرسد، بیایید با چند از احکام قربانی آشنا شویم. در فضیلت این عبادت آیه کریمه و اینچنین احادیث وارد شده، آنگونه که در سوره کوثر ما میخوانیم، تلاوت میکنیم. خداوند عزوجل فرموده فصل لربک وانحر. از حضرت انس بن مالک، عبدالله بن عباس، حسن بصری، عطا بن ابی رباح و مجاهد، از این صحابگان و از این تابعیان روایت شده، آنگونه که امام طبری در تفسیرشان روایت کرده که در تفسیر این آیت گفتن فصل لربک یعنی نماز عید را ادا کن، وانحر یعنی قربانیت را ذبح بکن. فضیلت قربانی در احادیث باشد. مثلا امام ترمذی و امام ابن ماجه در حدیث صحیح از روایات مادرمان عایشه روایت کردند رضی الله عنها که فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند ما عمل ابن آدم یوم النحر احب الى الله تعالی من حراقة الدم وإنه لا يأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم لا يقع من الله تعالى بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا. مادرمان روایت کردند که فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم در فضل قربانی چنین گفتند، فرمودند فرزند آدمی در روزهای نحر محبوبتر و بزرگتر از قربانی دیده کاری کرده نمیتواند. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند بزرگترین عملی که بنده مؤمن در روزهای نحر، در این 3 روز عید قربان میتواند کند، این قربانی کردن است. و این قربانی بنده روز آخرت با همان شاخش و با همان پشم و با همان ناخونهایش میبیاید، گواهی میدهد و این خون پیش از این که به زمین ریزد نزد خداوند مقام کسب میکند. فطیبوا بها نفسا، شما از دل خوش، از خوشحالی قربانی کنید و این عبادت را انجام دهید. در حدیث دیگری که آن را امام احمد حنبل و امام ابن ماجه از صحابی دیگر زید بن ارقم روایت میکنند که ایشان گفتند صحابگان پیامبر صلی الله علیه و سلم را از قربانی پرسیدند، گفتند یا رسول الله ما هذه الاضاحی، این قربانی ها چه ماهیت دارد، چه حقیقت دارد؟ قال سنت ابیکم ابراهیم علیه السلام، این سنت پدرتان ابراهیم خلیل الله است علیه السلام. قالوا فما لنا فيها یا رسول الله، یاران گفتند اگر ما این عبادت را انجام دهیم، این سنت پدرمان ابراهیم خلیل الله را اجرا کنیم، به ما چه اجر حاصل میگردد؟ قال بكل شعرة حسنه، به هر تار موی آن مال قربانی شما ثواب میگیرید. اینچنین امام احمد حنبل و امام ابن ماجه از روایات ابو هریره روایت کردند که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند من وجد ساعة فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، هر کسی امکانیت دارد و قربانی نمی کند به نمازگاه ما نزدیک نشود. پس بیایید با احکام این عبادت آشنا شویم. مسئله یکم حکم این عبادت. حکمش در مذهبی امام ابو حنیفه قربانی برای شخص توانگر واجب است. این چنین امام اوزاعی، امام اهل شام و امام لیث بن سعد، امام اهل مصر، و در یکی از 2 روایت از امام احمد حنبل نیز روایت شده که به همین نظر بودن، یعنی قربانی را واجب میگفتن نه سنت. مسئله دیگر وقت قربانی است. وقتش که است؟ وقت قربانی البته برای شخصی که در شهر است و آنجا نماز عید برپا می شود، وقتش از بعد ادای نماز عید شروع می شود تا شام 12 روز ذوالحجه، یعنی روز اول عید، روز دوم عید و روز سوم عید تا در آمدن نماز شام. در این 3 روز، یعنی روز 10 و 11 و 12 ذوالحجه، شخص میتواند قربانی کند. چه روز ذبح میکند چه شب فرق ندارد، جایز است، ولی بهتر این است که روزانه ذبح کند. مسئله دیگر این که از این 3 روز کدامش بهتر است، یعنی روز 10، 11، 12، هر 3 جایز است که قربانی صورت گیرد، ولی بهتر کدام است؟ البته بهتر این است که
روز یکم عید قربانی صورت گیرد، زیرا از حضرت عمر و حضرت علی و ابن عباس رضی الله عنهم اجمعین روایت شده که میگفتند ایام النحر ثلاثه افضلها اولها، روزهای نحر 3 روز است ولی بهترینش روز یکمش است. روز 12 ذوالحجه یعنی روز سوم عید، وقتا که شام درآید دیگر قربانی جایز نمی باشد. مسئله دیگر این که افضل این است که شخص قربانیش را خودش به دست خودش ذبح کند، بهترش همین است. ولی اگر نتواند شخص دیگر را خواهش میکند وکالتا از او نیابتا از او ذبح میکند. ولی در این صورت نیز بهتر این است که صاحب قربانی آنجا حضور داشته باشد. مسئله دیگر این که مستحب است شخص کاردش را خوب تیز کند. پیش از اینکه جانور را میخواباند باید کاردش را تیز کند. مکروه است که با کارد کند شخص ذبح کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح که آن را امام مسلم روایت کردند فرمودند و اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبیحته، شما حتی کشتن را به طریقه زیبا و خوب انجام دهید و کسی که میخواهد ذبح کند در قربانی و در غیر قربانی، البته این حکم عام است، کارد خود را خوب تیز کند و جانور را اذیت ندهد. گفتند مسئله دیگر این که بعد آنی که مال قربانی را میخواباند مکروه است که آنجا کارد تیز کند. امام بیهقی و امام حاکم از ابن عباس روایت میکنند که پیامبر صلی الله علیه و سلم رأى رجلا اضجع شاطا و هو يحد شفرته، مردی را دیدند که گوسفند را خوابانده و کاردش را تیز کرده ایستاده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم به این مرد گفتند لقد اردت ان تمیتها موتات، تو میخواهی این جانور را چند مراتبه کشی. هل حددتها قبل ان تضجعها، چرا کاردت را پیش از اینکه این جانور را خوابانی تیز نکردی؟ باید دور از چشم جانور کارد را تیز کرد. مسئله دیگر این که هر چی که جانور را اذیت میدهد در ذبح، چه در قربانی است چه در غیر قربانی، مکروه است، حتی بعد ذبح نیست. مثلا حالا جانور پره جانش نبرآمده، آرام نشده، سرش را قطع کرده، جدا کردن نیز کراهت دارد. شخصی ذبح کننده میباید اندک صبر کند تا بدن آن جانور آرام گیرد، سپس سری آن را از بدنش جدا کند و یا پوست کند. مسئله دیگر این چنین مکروه است جانور را در پیش چشم جانوران دیگر ذبح کند. میباید دور از جانوران دیگر برده جای الهیده ذبح کند. مسئله دیگر این که مستحب است شخصی ذبح کننده رویش را طرف قبله کند. امام طحاوی میگن و استقبال القبلة سنة بالاتفاق، استقبال قبله در وقت ذبح به اتفاق همه عالمان از سنت ذبح است. حتی فقها میگن و یکره ترکه من غیر عذر، اگر بدون عذر شخصی ذبح کننده این سنت را ترک کند عملش مکروه محسوب است. مسئله دیگر این که اگر شخص توانگر است، دارنده است، فقها میگن مستحب است که از جای پدر و مادری گذشتهش یا خویشاوندانی از دنیا رفتهش به نام آنها ذبح کند، قربانی کند. مسئله دیگر قربانی از کدام نوع جانوران باید صورت گیرد؟ از 3 نوع جانور: از مال میده که شامل گوسفند و بز است، و از گاو و اینچنین از شتر، چه نرینه باشند و یا چه مادینه جایز است که قربانی شود. اگر مالی خرد است یعنی گوسفند است یا بز، تنها 1 نفر میتواند اون رو قربانی کند. اما اگر مال قربانی گاو است و یا شتر است تا 7 نفر میتوانند در آن شریک شوند، 7 نفر و یا کمتر از 7 نفر. اگر یک گوسفند را 2 نفر شریک شده خواهند قربانی کنند و یک گاو را بیشتر از 7 نفر، 8 نفر، 10 نفر خواهند شریک شده قربانی کنند، از هیچ یک آنها قربانی جایز نمی شود. در حال شریکی در گاو و یا شتر اگر چند نفر شریک می شوند، شرط این است که نیت همه‌شان قربانی باشد، یا نیت بعضیشان اگر عقیقه هم باشد جایز است. ولی اگر بعضی از آنها حتی 1 نفر اگر نیتش قربانی نباشد، هم تو گوشت اگر خواهد، یا کدام رفیقشان غیر مسلمان است، مثلا نصرانی دوستشان شریک شده میخواهد گوشت گیرد، قربانی همه آنها جایز نمی شود. مسئله دیگر این که اگر چند نفر در مال شریک هستند، مثلا گاوی را همراه گرفتن 7 نفر میخواهند قربانی کنند، یا 5 نفر یا 6 نفر، مهم چند نفر شریکند، شرط این است که حصه هر یک آنان از 7 نرخ مال کم نباشد. مثلا اگر نرخ گاو را تقسیم کردیم به 7،
به هر یک $300 رسید مثلا، میباید حصه هر یک نفر از $300 کمتر نباشد. بیشتر باشد میلش، اما میباید کمتر نباشد. به عباره دیگر حد اقل که در مال شخص میتواند شریک شود 7/1 قیمت همان مال است. مسئله دیگر این که اگر شخص قربانی میخرد، در وقت خریدن خودش تنها خریده ایستاده است، ولی نیت میکند که اگر نفران دیگر پیدا شوند آنها را شریک کرده همراه قربانی میکنید. اگر نیت کرده باشد به وقت خریدن، همراه کردن آنها جایز است، کراهت ندارد. ولی اگر نیت نکرده باشد، تنها خودش خریده باشد، به نیت خودش که تنها خودش قربانی میکند، شریک کردن دیگران کراهت دارد. جایز است قربانی البته، ولی با کراهت. در مسئله عمر قربانی، اگر مال خرد است، گوسفند یا بز، میباید 1 سالگی را پر کرده باشد. اگر گاو است میباید 2 سالگی را پر کرده باشد. اگر شتر است میباید 5 ساله باشد. برای گوسفند اگر 6 ماه است یا از 6 ماه بالا ولی بزرگ جثه باشد، به حیثی که در میان گوسفندان 1 ساله اگر او را گذاشته شود فرقش کرده نشود، قربانی کردنش جایز است. ولی اگر در میان گوسفندان 1 ساله معلوم باشد خوردی آن، در قربانی جایز نمی باشد. مال قربانی اگر دارای عیب باشد قربانی کردنش جایز نیست. مثلا مال کور باشد و یا لنگ باشد یا پایش شکسته باشد و یا گوشش بریده باشد، هر دو گوشش یا یک گوشش پره بریده شده باشد یا دومش بریده شده باشد یا از حد زیاد لاغر باشد، این نوع مالها را قربانی کردن جایز نیست. اگر مال ذاتاً خودش بیشاخ باشد جایز است قربانی کردن آن، ولی اگر شاخ داشته باشد، شاخش شکسته باشد، اگر شکسته اندک باشد جایز است، ولی به حد باشد که به ریشه آن شاخ رسیده باشد، قربانی کردن چنین مال جایز نیست. در بریده شدن یک جزء از گوشش یا دومش چنین قاعده است در فقه که اگر قطع شدن تا ثلث همون عضو رسیده باشد قربانی کردن جایز نیست. یعنی 3/1 گوشش مثلا بریده شده باشد یا از 3/1 حصه دومش قطع شده باشد جایز نیست. از 3/1 کم باشد جایز است، ولی تا 3/1 رسیده باشد یا از 3/1 گذشته باشد جایز نیست که آن مال را قربانی کرده شود. مسئله دیگر که این به عیب‌ها تعلق دارد، مالی که همه دندان‌هایش ریخته باشد قربانی کردنش جایز نیست، ولی بعضی دندان‌هایش ریخته باشد و بعضی دیگرش در دهانش باقی باشد جایز است. مالی که در گوشش سوراخی دارد که در اصطلاح فقه خرقا میگویند چنین مال را، یا مالی که گوشش از بین 2 قسم کرده بریده شدگی باشد که شرقا میگویند در اصطلاح فقهی، چنین مال را قربانی کردن جایز است ولی با کراهت. مسئله دیگر که به گوشت قربانی تعلق دارد، شخص قربانی کننده جایز است که از گوشت قربانی خودش خورد تناول کند. این چنین مستحب است خویشاوندانش را، همسایه های خود را، دوستانش را از آن قربانی خودش صدقه دهد، حتی اگر همون خویشاوندان یا همسایگان دارنده هم باشند. در مسئله صدقه دادن از گوشت مال قربانی، افضل این است که صدقه از ثلث گوشت کمتر نباشد، یعنی حد اقل از 3 حصه 1 حصه آن را صدقه کند. مسئله دیگر این که حق خدمت قصاب را نباید از گوشت قربانی جدا کرده دهد، حقش را باید بیرون از مال قربانی حساب کند. البته اگر برایش همچون هدیه و تحفه گوشت دادنی است این جایز است، ولی حق کارش را نباید از مال قربانی دهد. مسئله دیگر متعلق به پوست مال قربانی است. پوستش را میباید حتی صدقه کرد. اگر شخص پوست مال را فروشد میباید آن مالی که به دست میارد آن مال را نیز صدقه کند و نمیتواند آن مال را در بنای مسجد یا بنای راه یا بنای مکتب صدقه کند، میباید به شخص معین دهد. شخصی که برایش قربانی واجب میشود، یعنی دارنده صاحب نصاب است، میباید قربانی میکرد، اما 3 روز روزهای نحر گذشتند و قربانی نکرد، باید چیکار کند؟ میباید پول 1 گوسفند را بعد از سپری روزهای قربانی صدقه کند. شخصی اگر از جای پدر و مادر گذشته‌اش میخواهد قربانی کند، که البته گفتیم این کاری مستحب و خوب است، اگر آن نفران گذشته وصیت کرده باشند این شخص نمیتواند از گوشت آن قربانی تناول کند، خودش خورد. اما اگر وصیت نکرده باشند این نفر از پیش خودش از جای آنها میخواهد قربانی کند، در این صورت میتواند از گوشت آن قربانی خورد. شخص مال را برای قربانی خرید ولی مال دیگری اگر دید، آیا میتواند این را به دیگری عوض کند؟ یعنی این را فروشد در عوض مال دیگر خرد؟ برای جایز است، الا در یک صورت
که اگر مال معینی را اشاره کرده نظر نکرده باشد، اگر نظر کرده باشد که همین مال برای خدا من در راه خدا اینا قربانی میکنم گفته مانده باشد، این مال نظر می شود، نمیتواند آن را به مال دیگری عوض کند. اما هم تو اگر برای قربانی خریده باشد بدون استفاده کلمه نظر میتواند جایش مال دیگری را عوض کند. مسئله دیگر، آیا شخص قرضدار میتواند قربانی کند؟ قربانی البته برای شخصی که صاحب نصاب است واجب است، برای شخصان دیگر اختیاری است. اما شخص قرضدار باشد البته جایز است اگر قربانی کند، لیکن به یک شرط که صاحبان مال، صاحبان قرضشون را عاجلا طلب نکرده باشند. اگر برای او مهلت داده باشند که هر وقت میتوانی پولمان رو برگردانی، در این صورت شخص قرضدار میتواند قربانی کند. با امید قبول همه طاعت‌های ذوالحجه و طاعت‌های همه عمومی سال و با امید قبول قربانی ها در حفظ و امان خداوند باشید.